اگر ترمینال هرات تا حالا به چشم ندیدیم، امروز به این ولاگ برای شما نشان میدم ترمینال ولایت هرات که چقدر موتورهای داخلی و چه عدد موتورهای داخل از این ترمینال هسته و چگونه ترمینال میگن. تا آخرین لحظه ولاگ ما همراهی کنین، لایک، کامنت، سابسکرایب یاد شما نره. ترمینال ولایت هرات ببینیم چقدر شلوغه، یعنی آنقدر جاده کشی کرده و آنقدر موتور داخل از این ترمینال هست که بس شمردن آدم گیر میکنه، نمیفهمی چی عدد آدم بگه، میلیارد بگه، هزار بگه، دونه بگه، نمیفهمی که چی عدد باید انتخاب کنی. ببینید یعنی شاید 30-40 جاده باشه، جاده هم نمیشه که متراج کنی بگی چند متر چند جریبه از بسته که شلوغه. نام خدا اینا همه سرمایه های مردمه. ببین چقدر شلوغه. این همشین توی ایمانه ای همو چی میگم، من خب به حساب موتورا زیاد نمیخوام موتورا کنم، ولی ای همو چادری بود وا کردیم، این قسم جور کرده. این هم تلر مانه که امروز بخیر بارگیری میشه و میره به سمت مقصد خواهم. ببینید قشنگه نیه؟ خیلی قشنگه برادرها. اینجی موتر ما همون بطری های و خصم شده بود، فیصله شده بود، بعد میرم که کنکشن والا بیارم که موتر ما کنکشن کنه چالان بشه که دیگه بره به سمت مقصد خواهیم انشالله. تا آخرین لحظه ای ولاگ ما رو همراهی کنیم، سابسکرایب، لایک، فالو، کامنت یاد شما نره. آخش الهی به امید توی بشینیم با موتر. بسم الله. این جاده های چیزه ترمینال هرات چی تلره نام خدا سی کنیم برادرم، یعنی بیش از حد اینجی تلر وجود داره. هیچی رو نفهمیدم هیچی رقمه. سعی کنه در از این تلری وایه، سعی کنه در وایه بچه ها، در وایه جورم مردر موتر آقا بسته کنه. سعی کنیم نام خدا نام خدا. این همه سرمایه های مردمه. ببینیم این سرکزی چقدر خرابه. چا به بین از این تلرها رفتم که کنکشن والا رو بیارم، به شما که گفتم قبلا اونا لگمو جاده ای که تلر ما بود گم کردم جاده. نه کمک، هر جاده میرم میبینم جاده دیگه بیری شدم، نمیفهم از که دو جاده میبیادم که دو جاده ما بیرو بشم، یعنی موتر مثل خط تلدش یک خط خلاص شد از من. فوادیرتی هیچ وقت با کارخونه موفق نمیشه انشالله بزرگ الله خدا. جاده پیدا کردم بالاخره، جاده پیدا کردم، موتروان اینا رو پیدا کردم، دارم میرم دیگه مامایی که کنکشن میکنم اونی از من جلوی شدم برم موتر خور بگردونم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعا کنه ما که امروزی کار من به موفقانه سپری بشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یاد شما نره. ویدیوهای جالبتر و جذابتره انشالله برای شما میسازم و لذت ببریم. موفق و پیروز باشیم. تا آخرین لحظه ولاگم ما رو همراهی کنید. همون ماما جانن که دارن میرن موتر ما کنکشن کنم. خیلی دل من برای اینا بسوخت، هر کار کردم گفتم بیایم امیر بگذاریم داخل موتر. امیر بطریار گفتن ماما جان اینو سنگینه نمیشه، تایر داره. گفتم هر کار کردم نقدشتن من دیگه. خیلی دلم برای اینا سوخت. انشالله خداوند مزد بده برای کار اینا، برکت بده انشالله. آره میتی که مشاهده میکنین در حال کنکشن کردن موتریم. ببینیم به چقدر مقبولی کنکشن میکنم. سیگانی کالش این توتی چالان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. 3 2 1 بزن سلفه دیگه ماما برو جان ناله کن. کار ما با موفقانه تمام شد ماشاءالله. بچه ها کسایی که تا حال داخل موتر تلر ندیدیم یه هم داخله اشتش ترنگی داره. بعد کدام چقدر آدم که بلنده قبول داریم.
موترون مر خدا هدایت کنه کمی لمشته سکن اینا اشتل نشو شده. البته موتر دیگه اینا که میره میاد چند روز اینجا استارت میشه. این فکر کنم گیر برقیه موتر یه همین خراب بخورم. به به بچه ها سکن سیستم ها از اینا خیلی جالبه. همین نگین نمیفهمم خیلی مر توجه مر جلب کسه کنه. وی بوغی بوده. خلیفه موترون باشه. زنده باد خلیفه فواد موترون. زنده باد خلیفه موترون. صادیرتی موترون شده دیگه برادر. خود خو بگیریم. اتهام شما رو بزیر میکنم بابا. ای کنه برادرها کارا موتر خلاص شد دیگه. بشیشتیم موتر خو کج سمت شهر بخوریم. این موترها ترنزیتی همه میره به ایران. اینا میره فقط و فقط دیگه در این ترمینال موترهای مثل آکتروس، آکسور، مان دیگه مدل های هم هست ولی من اسم اینا رو بلد نیم زیاد. خیلی یک ترمینال مشهوریه به سطح ایران دیگه. این موترهای هم که اینجا میبینیم همه اینا ترنزیتیه. اینا فقط میره به سمت ایران میره. اینا هم به نوبت استاده بارگیری میشه. اینا هم میره به ایران بار میبره بار میاره. اینا فقط و فقط میره به ایران. ببینیم چقدر موترهای مقبول کنه نو همه ببینید هر رقم موتری که بخوایم اینجا وجود داره. خیلی بیایم از این مکان دیدن کنیم. خیلی لذت داره. خاک دولخت هم هست دیگه. وقتی که لذت و تنوع مهمه خاک دولخت هم تحمل کنه سعی کنه. این مانه مثلا این موتر مانه. ببینیم موترهای چادری یخچالی دیگه ای بدون تریپلی که اصلا میفهم این مدل چی میگن. اینا همه اینجا وجود داره. دندون داره لالا ظریف. فقط تله شما میجی کمه دیگه. همه تله رو هست تله شما نیه. این موتر سعی کنم این آکسوریه چقدر قشنگه. این موتر دندون داره به خدا قسم. عزیزای دل موتر از ترمینال بیرون شد. کارهای تقریبا 80% به اتمام رسید. 20% دیگه هم از کارا مونده. دارن تیمرایل میکنن. این بود از تیمرایل بیرون کردن و داخل کردن موتر به ترمینال ولایت هرات. موفق و پیروز باشیم. سابسکرایب یاد شما نره. خدا نگهدار.